هنوزم از افسون هیچ کدام خبری نیست آتش. من در کردن هم میتونم دیوانه خود شدم. نمیفهمم، یک شماره ناشناس است. چرا جواب ندادی بهار؟ فعلا غیر از اسماعیل نمیخوایم همراه هیچ کس گپ بزنم. بهار شاید از امنیت زنگ زده باشن، جواب بده. درست است. بله. افسون؟ بهار جانم، خواهر جانم، باش که ببینمت. تو چطور هستی؟ ها؟ اما چه قسم سوال میپرسم چطور باشی دیگه؟ حتما بسیار جگرخون هستی، اما تو نیست. قربان چاهم، تو بسیار ناراحت شدی. ما هم بسیار جگرخون شدم. چه مشکلاتی را که پشت سر گذاشتندی، اما در مقابل مشکلات تو که سپری کردی هیچ چیزی نیست. بهار، من بسیار پشیمان هستم. بسیار زیاد پشیمان هستم. هر چقدر که گپ بزنم هیچ فایده نداره. هر قدری که اشک بریزم هم فایده نداره. هر قدری که از تو بخششم بخوایم هیچ مفهومی نداره. بهار، من به خاطر هر بلایی که سر تو آمد، هر مشکلی که دیدی، هر چیزی که بالای تو آمد بسیار متاسف هستم. هر کاری که میخوای با من بگو، واقعا بیازو من راضی هستم. هر حسابی که داشته باشی من پرداخت میکنم. من هیچ نمیفهمم که با این وجدان چه قسم زندگی کنم. بهار، من میخواستم برات بگویم اما نشد دیگه. یعنی از اول مثل یک بازی شروع شد. تو خود مرا میشناسی. بعض اوقات با چانس خود زندگی میکنم، بدونی که فکر کنم زندگی میکنم، بدون فکر کردن حرکت میکنم. البته که ای با غمی که تو داری مقایسه شده نمیتونه، اما یک دروغ گفتم دیگه. به خاطر پنهان کردن یک دروغ دیگه دروغ گفتم. هر قدر که وقت دیر شد اما بیشتر خرق شدیم. بعدن خاله حسرت پیش روی ما آمد. اما شما دوتا را که او رقم دیدم میخواستم که بگویم بهار خاله حسرت، شما مادر و دختر هستی. من خواستم که بگویم اما نشد دیگه.